نام مکتب نسوان بیبی مهرو به نام پوهان عبدالقیوم وردک میگویند که مقام‌های وزارت معارف بدون آنکه ارزش تاریخی این زن قهرمان را در نظر بگیرند این مکتب را به نام شخص نامگذاری کردند که برای مردم ناشناخته است. بیبی مهرو یک شخص بسیار نامدار که در قرن بسیار قبل نام از خود گذاشته بود و این شخصی که فعلا نام خود گذاشته عبدالقیوم وردک، پوهاند البته. عبدالقیوم وردک یک نفر است که هیچ کس نمیشناسیش. میگن که بچه کاکای وزیر معارف است. البته ما این قناعت نداریم. یکی از استادایش قناعت نداره، باشندگی از این محل قبول نداره. ما دیگه چطور قبول کنیم؟ باید تو که باشه هر وزیری که بیاد دیگه نام کاکای خدا یا مامای خدا در اینجا بگذاره دیگه خودتو نمیشه دیگه. نام از این مکتب تقریبا یک هفته میشه که تغییر کرده که معلوم نیست که کدام شخص است که به نام خود تغییر داده و بیبی مهرو کسی بود که به تمام مردم معلوم بود. نام از یک قهرمان بود که در تمام جای نام از مشهور است و این کسی که است به نام عبدالقیوم وردک تخلص میکنه. معلوم نیست که از کجا آمده و چه کار است که در نام خود بند کرده. مکتب نسوان بیبی مهرو که است از بسیار سابقه‌ای که 100 سال گذشته از این سابقه ها نامش مشهور به این است که نسل نسوان بیبی مهرو باشه، ولی که این که تغییر شکل ما فکر نکنم که جای را بگیره. همین نسوان بیبی مهرو به خاطر اینکه بسیار مشهور شده است با او ارتباط فکر نکنم غلط کار است. هرچند تلاش نمودیم تا نظر مقام‌های وزارت معارف را درباره تغییر نام مکتب نسوان بیبی مهرو به مکتب پوهان عبدالقیوم وردک نیز در این گزارش داشته باشیم، اما با رجوع به این وزارت مقام‌های آن حاضر به گفتگو نشدند. اینکه چه علت موجه نزد مقام‌های وزارت معارف برای تغییر نام این مکتب وجود دارد، پرسش است که مقام‌های این وزارت باید به آن پاسخ گویند. گفته می شود که بیبی مهرو و نامزدش عزیز افغان دو تن از افغانان در سال 1219 هجری شمسی که برابر با 1840 میلادی می شود در جنگ دوم افغان و انگلیس در دفاع از مردم کشور جانهایشان را از دست دادند و توانستند نامهایشان را در کنار نامهای قهرمانان کشور ثبت کنند.